وای به اون روزی که زبان جرم باشه در جغرافیا، وای به اون روزی که لنگوته در جغرافیا جرم باشه، وای به اون روزی که فهمیدی که زبان رو بکشی پر سر ببرمش. اون روز آمده نیست. والله بالله ثم الله قسم است که روز آمده نیست. و اون روز منگل بچی اما گذشت روزایی که قماندانتان در مخابره صدا میکرد و میگفت هر کس که نان دوده گفت شریکش کن بکشید درست است. گذشت روزایی که کاکای لنگیدار از سر زمینایشان در دکانشان در خانهشان گیر میکردین، به خارجی میگفتین ترست اوغان اون رو به سرش خلطرکش میکردین، در گوانتاناموی میبردین سر سگ میخوراندینشان. گذشت تو روزایی که قماندان قلوردیتان در مخابره صدا میکرد گفت دقیقه گفت بزنش ترست است، زنده نبینمش. گذشت که کوردینات میدادین، بالای مکمل قریه بمبارد میکردین، مکمل قریه را با خاک یکسان میساختین با جرم پشتون بودن. گذشت دلت یخ نکرده؟ قبرهای قندهار شاهد است که قندهار را قتل عام کردین، هلمند قتل عام کردین، قبرهای ارزگان و زابل و پکتیکا و خوست و لوگر و میدان وردگ و ننگرهار و کنر و لغمان شاهد است که هر مادر پشتون 2 یا 3 اولاد خود دینمی دوره جمهوریت از دست داد. نیمش به نام طالب کشته شدن، نیمش به نام اردوی ملی و عسکری اردو کشته شدن. چی کارهایی که نکردین، مادر به ما انداختین، معلومات اشتباه را به ناتو میدادین، بازای کاش خودتان میکردین، درد نداشت، توسط بیگانه کردین. حال عوض از اینکه وحدت بکنیم، عوض از اینکه به برادر عزیز وطن بسازیم، یک زمینه حکومتداری را بسازیم، به خاطر ایجاد یک حکومت همه شمول و مردمی کار بکنیم، شما از آدرس جبهه مقاومت میاین اخطار میدین، کم انسان کشتین. شما خود استاد ندیدین، شما خود دنبوره و دچور و پلیت دوزی و موبایل دوزی و چپاول بودین. من پشتون بودم که همون زمانم با طالب میزدم و طالب با من میزد و حالیام که لپایتان وجود داره که حتی سر شهدای زلزله، سر اطفال شهدا، سر اجسادشان، تصاویر اجسادشان رو چاپ کردین در لایفایتان، بالای اطفال شهدای زلزله کنر شاشیدین. یک قدر کینه اگر وطن جور کردین و مردم با این مردم در روی ما بشاشین.